چجوری تو کلاس زبان ضایع نشیم؟ دیدی روزای اولی که میری کلاس سر کلاس یه جمله‌هایی رو اشتباه میگی، بقیه بهت میخندن، مسخرت میکنن، دستت میندازن، خیلی حس بدیه. پس بذار با همین ویدیو از شر این حس مزخرف خلاص شی. بعد از اون یه اصطلاح هم بهت یاد میدم که بری پیش دوستات پوزشو بدی. برو بریم. خب بذار از این اصطلاح شروع کنیم. دیدی تشنته یا گرسنه‌ای یا حالا به هر دلیل میخوای بری بیرون، اون موقع باید چی بگی؟ به استادت میگی May I go out? May I go out? یا میگی Would it be okay if I go out for a moment? Would it be okay if I go out for a moment? وقتی که درس رو درست متوجه نمیشی و میخوای از معلمت درخواست کنی دوباره توضیح بده، میگی Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? یا اگر میخوای قشنگتر بگی بگو Would you mind repeating that, please? Would you mind repeating that, please? اگه میخوای از دوستت کمک بگیری بگو Can you assist me with this, please? Can you assist me with this, please? یا میگی Could you help me with this exercise, please? Could you help me with this exercise, please? بعضی وقتا یه مسئله یا تا برات مثال نزنن متوجه نمیشی، به خاطر همین میخوای به استادت بگی لطفا برام یه مثال بزن، من اینو متوجه نشدم. چجوری میگی؟ Can you show me an example? Can you show me an example? یا میخوای بپرسی مثلا این جمله رو ما تو زندگی واقعیمون کجا به کار میبریم؟ اینطوری بگو When can I use this in real life? When can I use this in real life? یه روز اومدی سر کلاس و اون درس رو خیلی دوست داشتی، به معلمت بگو I like this lesson. I like this lesson. دیگه آخرای کلاس شده، میخوای تشکر کنی بگی خانم خسته نباشین، آقا خسته نباشین، یا حالا بگی که دستتون درد نکنه، ممنون، متشکرم، فلان 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 رو میخوای کلاس رو تمومش کنی. اینجوری بگو Thank you, teacher, for teaching us today. Thank you, teacher, for teaching us today. یا خیلی باحالتر میشه اگه بگی I appreciate your help, teacher. I appreciate your help, teacher. کافیه دیگه، وقت خدافزیه، میخوای با معلمت یا دوستات خدافزی کنی، اینجوری بگو Bye, teacher. Bye, teacher. یا میگی Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. اگه از این قسمت خوشت اومد حتما لایک کن، واسم کامنت بذار، نظرتو لطفا بهم بگو. وقتی نظرتو برام مینویسی من میدونم چه ویدیوهایی برات تولید کنم. راستی کدوم یکی از جمله ها رو تو کلاس استفاده میکردی؟ برام حتما بنویسشون. بریم سراغ اون اصطلاح باحاله که بهت قولشو داده بودم. اینو گوش کن. All ears. All ears. We're all ears, teacher. We're all ears, teacher. ببین این اصطلاحه یعنی من سر و پا گوشم، فقط دارم به تو گوش میدم. معلمت اومده سر کلاس میپرسه بچه ها حاضرین شروع کنم؟ تو میخوای باحال جوابشو بدی دیگه، میخوای یه جور خوب خفن نشون بدی اطلاعاتت خوبه. بهش چی میگی؟ میگی I'm all ears. من همش دارم به تو گوش میدم، فقط دارم به تو گوش میدم. باحال بود نه؟ برام تو کامنت بنویس. رفقا لطفاً اول ایرادای ویدیو رو برام بنویسین، یعنی بگین صداش خوبه، کیفیت تصاویر خوبه، عکس‌ها خوبن، همه اینا رو لطفاً برام بنویسین، مخصوصاً بچه‌های گام، بچه‌های خودمون. لطفاً بنویسین. یادت نره تو ویدیو بعدی 3 تا اصطلاح کاربردی دشمن کور کن بهت یاد میدم. منتظر باش.